آب شفابخش چند سالی است که در دنیا به عنوان یکی از ضروری ترین آبهای مورد نیاز بدن انسان مجدداً مد نظر و مورد توجه قرار گرفته و این آب قادر خواهد بود که این محیط سالم رو برای تمام واکنش هایی که بدن داره انجام میده و روزانه در سوخت و ساز خودش مورد استفاده قرار میده استفاده بشه. این آب قادر خواهد بود که ضایعات این سوخت و ساز رو از بدن ما با یک فرمول بسیار سریع و روان اینو خارج بکنه. سیستم های دفعی بدن مثل دستگاه گوارش و دستگاه ادراری بدن رو وادار خواهد کرد که این مواد رو بسیار سریعتر از حالت فعلی که ما از آبهای معمولی استفاده میکنیم خارج کنه. ما به عنوان یک آب شفابخش برای خیلی از بیماری هایی که در حقیقت داروهای شیمیایی نتونستند راه حل درمان قطعی براشون باشه، اونها رو به عنوان آزمایش به عنوان اینکه این آبها به عنوان فرض بر این که در درمان اونها مؤثر خواهد بود در یک کیس استادی اومدیم مورد مطالعه قرار دادیم. در بعضی از بیماری ها واقعا تأثیر آب تأثیر بسیار مثبت و بسیار شگفتی خواهد بود. در بعضی از بیماری های گوارشی مثل داشتن میکروب های دستگاه گوارشی یا اچ پایلوری این آب بسیار مؤثر هست. در دستگاه ادراری و دستگاه کلیه و مجاری ادراری این آب بسیار مؤثر هست و در حقیقت سوخت و ساز اصلی بدن برای دفع اصلی زائده‌های ناشی از سوخت و سازها به ویژه رادیکال‌های آزادی که می‌توانند بالقوه خطرآفرین باشند برای سلامتی انسان بسیار مؤثر خواهند بود و با در اختیار قرار دادن الکترون‌های آزاد برای این رادیکال‌ها قادر خواهند بود که با اونها باند بشن و برای خروجشون از بدن مؤثر باشند. این آب قادر خواهد بود به دلیل سرعتی که در جذب داره و در حقیقت ساختار مولکولی کوچکی که داره بسیار جذب راحت‌تری داشته باشه و بتواند با سرعت بیشتری در بدن گردش بکنه و در حقیقت باعث شادابی سطح پوست و شادابی عضلات انسان و تمامی ارگان‌ها و بافت‌های بدن بشه. این آب قادر خواهد بود که در حقیقت در جذب مواد غذایی و جذب ویتامین ها و املاح موجود در مواد غذایی به ما به شیوه بسیار خوبی کمک بکنه و باعث بشه که مواد غذایی ما حد اکثر جذب رو در بدن داشته باشه و مواد ناسالم و مواد دفعی اونها هیچ ضرری برای بدن ما نداشته باشه. در روده ها این آب بسیار در حقیقت گسیل داشتن مواد دفعی بدن کمک میکنند. خیلی از یبوست هایی که ناشی از نوع تغذیه و نوع روال زندگی ما و اجتماعی زندگی کردن ما هست و استرس ها هم در این قضیه نقش دارند، این آب قادر خواهد بود که حرکات دودی شکل دستگاه گوارشی را افزایش بده، در دفع مواد به خصوص در روده بزرگ بسیار کمک بکنه و مشکلات روزمره قشر زیادی از افراد مسن و افرادی که دچار مشکل گوارشی هستند رو برطرف بکنه. علاوه بر این آب به لحاظ این که دارای ساختار مولکولی با زنجیره‌های کوچک هست و جذبشون راحت هستند، حجم بالایی از این آب مصرف کردن هیچ مشکلی رو برای بدن ایجاد نمیکنه، در حالی که ما از آبهای آشامیدنی معمولی که استفاده میکنیم شاید بیش از 1 لیوان یا 2 لیوان قادر نخواهیم بود در یک وعده استفاده بکنیم. اما این آب در تجربیاتی که ما با بیمارانمون داشتیم ثابت کرد که بیش از 8 لیوان هم میشه در روز مصرف کرد بدون که هیچ عارضه‌ای از سنگینی دستگاه گوارش یا گاستریتیس و مشکلات هضم و یا جذب مواد غذایی رو به وجود بیاره. ما در بررسی هایی که انجام دادیم در گروهی از بیماران که مورد مطالعه قرار دادیم در حقیقت
بالغ بر 66% از موردهاشون کنترل شد و یا تقلیل بیماری پیدا کردن و یا گرید بیماریشون به گریدهای سبکتری تبدیل شد و اینها تونستن با این آب رفته رفته سلامت خودشون رو به دست بیارن. در بعضی از بیماری ها مثل بیماری های گوارشی واقعا نتیجه های بسیار خوبی را ما به دست آوردیم، در بعضی از بیماری های دستگاه ادراری به همچنین، و خیلی از بیماری هایی که امروز در زمینه جمع شدن مولکول های چربی و در حقیقت چربی نوع بد کلسترول که بیماری های قلبی و عروقی رو ایجاد کردن، این آب قادر خواهد بود که در گردش خون نقش مؤثری رو ایفا بکنه. این آب قادر خواهد بود که زمانی که چربی های بد در بدن میخوان تجمع پیدا کنند مثل گروه LDL در حقیقت مانع بشن از اینکه اینها در جدار داخلی عروق بیان در حقیقت وصل بشن و مانع بشن از اینکه عروق کار خودشون رو درست انجام بده. حرکت خوبی این آب و چرخش خوبی که در گردش خون ایجاد میکنه باعث خواهد شد که این سرعت رو ایجاد بکنه که این مولکول ها نتونن به راحتی به جدار داخلی عروق متصل بشن و از جهتی هم کمک بکنن به چربی های خوب ما مثل HDL که HDL در حقیقت بتونن تعدادشون با توجه به سطح پروتئینی بالایی که دارن در سیستم بدن ما بیشتر بشن و هرچی تعداد HDL ها هم بالا برند و بالا ببریم در حقیقت از سطح LDL کاستیم. LDL امروزه به عنوان عامل اصلی بیماری های قلبی و عروقی و سکته های قلبی شناخته شده هستند و ما هر چه بتونیم راههایی رو پیدا بکنیم که این چربی بد رو از سبد غذاییمون حذف کنیم و بتونیم در مصرفمون هم این LDL رو کمتر داشته باشیم، در حقیقت کمک بزرگی به سلامتی خودمون کردیم و این آب قادر خواهد بود که در حقیقت این تناسب HDL و LDL رو به هم بزنه و HDL فراوانتری در حقیقت در اختیار سلول های بدن ما باشه که بتونن با وصل شدن و باند شدن به LDL اونا رو خارج کنن و به سمت کبد ببرن و مجددا اونها تجزیه بشن. در حقیقت این آب به این دلیل شفابخش لقب گرفته به اینکه ضروری ترین موارد مورد نیاز بدن رو در دل خودش و در ترکیب خودش داره. این آب در فرایندی که در دستگاه تولید میشه با یک pH قلیایی با همراه داشتن مواد آنتی اکسیدان و با سرشار بودن از اکسیژن و با ترکیب مولکول‌های کریستالی شکل و مولکول‌های کوچک باعث شده که تمام خصوصیت‌های مورد نیاز یک آب ضروری برای ایجاد یک محیط آبی مناسب در بدن برای ایجاد واکنش‌های بیوشیمیایی در اختیار داشته باشه و ما با در حقیقت مصرف این آب قادر خواهیم بود اکسیژن مورد نیاز در واکنش‌های بدنمون و در سوخت‌وسازهای مواد وارداتی بدنمون در حقیقت اون اکسیژن رو تأمین کنیم و سوخت‌وساز کاملی رو در بدنمون ایجاد بکنیم و باعث در حقیقت تغذیه درست و رسیدن اکسیژن از طریق مواد غذایی و از طریق واکنش‌هایی که صورت میگیره به تمام نقاط بدنمون باشیم. من به عنوان یک توصیه به تمام دوستانی که شاهد این صحبت هستند این هستش که جدا از اطلاعاتی که ما در اختیار دوستان قرار دادیم و این اطلاعات بخشی اطلاعات علمی بودن و بخشی اطلاعات تجربی و راهبردی بودن که ما در حقیقت از طریق بیمارانمون به دست آوردیم، فکر میکنم خودشون بیان این آب رو تجربه کنند، این آب رو مصرف بکنند. انسان‌های سالم برای ادامه زیستی سالم و زندگی سالم و انسان‌های بیمار برای جلوگیری از بیماریشون و قطعاً کم شدن اثرات بیماریشون و رفته رفته برای بهبود استفاده کنند. اگر با مصرف این آب اون هم با در یک سیکل حدود 1.5 تا 3 ماه به این نتیجه خواهند رسید که
این اطلاعات کاملا اطلاعات مفید خواهند بود و رفته رفته خودشون مایل خواهند شد که با استفاده از این آب در حقیقت برگشت کنند به یک زندگی سالم. بهایی که ما بابت این آب پرداخت میکنیم بهایی است بابت بد زندگی کردن گذشته خودمون. بیاییم زندگی خودمون رو اصلاح کنیم، شیوه زندگی خودمون رو عوض کنیم، نوع تغذیه خودمون رو عوض کنیم. با این آب قطعاً به معجزه‌های آب پی خواهیم برد.